سلام دوستان، امروز آوردم تو کینگستون مارکت، یه بازار محلی در قلب تورنتو، داونتاون تورنتو که توش همه چی پیدا میشه. انگشتر، گردنبند، پر از کاسب و بارهای جالب، چیزای خاص که فقط به قول معروف توی همون مغازه میتونی پیدا بکنی. لباس فروشی، حتی لباسای دست دوم و کلی چیزای باحال. با من همراه باشین که ببینید اینجا توی این سه ماه تابستون مخصوصا در تورنتو چه خبره و مردم میاد چیکار میکنن. خیلی باحاله. خب بچه‌ها، اینجا ماشینم رو توی پارکینگی که توی خود کینگستون مارکت هستش پارک کردیم. حالا سعی میکنم که لوکیشن پارکینگ رو بزنم که نزدیکترین پارکینگ وسط اونجا. ولی خب حوالی اونجا هم اگر بخوایم و جای پارک پیدا بشه که عموما یک شنبه خیلی شلوغ و جای پارک پیدا نمیشه مگر اینکه یکم زودتر رفته باشید، میتونین کنار خیابون پارک کنین و پی پارکینگ کنار خیابون رو پرداخت کنین. ولی توی این پارکینگ فلت ریتش زیاد گرون نبود. حالا چک میکنم، ولی تا جایی که یادمه $16 بود. Yeah, go inside. بچه ها اینجا رو ببین. Oh my god. Beat her with the denim. She keep the meals on loud. Man, look at shawty. Man, look at shawty go. داشتم دنبالت میگشتم. بریم توی این مغازه. Thank you. We'll let you. Yeah. How do you go on the street tonight? ببین چند قیمت. Too much. این چقدر خوزگله. ولی این واقعا $40 میارزه. این میگم این $40 میارزه. نمیدونم خرید بکنم، میشتم منم نگاه اینا مانا خوشگلن. نه های چقدر خوب گذاشته قیمتشو. $25. تو پیتزا $5 ها مالا این پیتزا $5 ولی میگفتن خیلی خوشمزه است.
نه مونا تو رو خدا چربیش از همون میریزه آره Hi. Those are handmade bracelets and Okay. sell. Uh-huh. You need water for him? Yeah, okay. We have. Thank you. Thank you. Oof. چقدر خوشگله. Excuse me. Yeah, that's okay, sorry. آره بچه نگاه کنید این انگشترهایی که خودشون درست کردن رو ببینید میگم ببینید $80 قیمتشه مثلا این انگشتر مثلا بندازم توی انگشتر ولی خب سنگ دیگه حالا ارزش یا اینا رو بزرگش مثلا خیلی مرسومه استفاده میکنن ببین این یکی زده $30 خیلی جالب عجیب 50% آف $27 یا این گردنبنده نگاه کنین $40 یه دوری بزنم این مغازه خوشگلی بهتون نشون بدم اینا هم با رزین درست کردن جنس کاملا رزینه مشخصه $8 حالا مثلا قیمتاشی فضایی اینا هم نیستش $8 جاشن ببینید مثلا جاشمی چند $15 اینو نگاه کنم مثلا 15 بچه نگاه کنین اینا رو برای گربه ها سگا غذا میذارن ولی اینا دوست دارن مثلا میاد زبونشون رو اینجا میکشن زبونشون هم تمیز میشه خیلی چیز جالبی ولی خب سیلیکونی هن اینا ببین خیلی باحاله جورابای کتم عطرهای خوشبو خیلی هم خوشبو هم خدایی خوشبو هم آخه آره $5 هم هست مونه کارتش $5 کینگستون باشه اینم لوگوی کینگستون مارکته اینا اصلای طبیعی مثلا $11 Express, express side. What you described.
لباسایی که خودشون نقاشی کردن، کیفایی که خودشون نقاشی کردن. مثلا اینا $10 نگاه کنی. ببینید اونجا رو دیدی اون صفحه برای یه همچی چیزی واسه یه همچی چیزی بچه یه همچی کافه کوچولی داره و اون صفحه که اونجا بود برای یه همچی کافه بود. خیلی جالب بچه ببینین اینجا با کتای جین قدیمی کیف جین درست کردن. اتفاقا خودشون درست کردن دیگه هندمیده. وای اینا چقدر باحالن. خدا خیلی خوشگله. یعنی قشنگ یه کتیه که باید تنه یه بازیگر باشه. مثلا شما تنه یه بازیگر. وای این چقدر خوشگله. این چه قیمته؟ خیلی بامزه است. من تو خود ازش بپرس اون چه قیمت مشکیه؟ 160 اوکی. بچه ارزونم نیستش. $160. یه لحظه بذاریم بهتون نشون بدم. چه ارزونم نبود ولی سنگینه ها. بذارین یه دقیقه برم تو استورش هم یه دور بزنم براتون. وای چه بوتایه. واقعا بازیگریه. $45. یعنی ببینید اصلا خیلی لوکیشن خدا این مغازه انقدر بامزن. به خدا من فکر میکنم اینا کلا یه سری از این مغازه ها یه جوری دیزاین میشن یا استایل دارن، یه جوری دیزاین میشن استایل دارن مثلا واسه ویدیو کلیپان. چقدر بامزه بود. بچه من از اینا استفاده کردم. اینقدر باحاله، اینقدر قشنگ میگیرد، خیلی خوبه. چند درصده؟ Sorry, 20. Is it 50%? It's 650. Yeah. Like big old. Yeah, I know that. Maybe in town. Oh, God. Yeah, I know. ببین مونا میبینی این درمدگاه. Oh, you are so cute.
Nice. Can I take a video? Yeah. Oh, thank you. Nice. I sell perfume oils if you like to try. Yeah, thank you. وای مانا تو بو کردی اینا رو اینقدر خوش بوان اینو بکن مثلا من اونجا بو کردم بکن خیلی خوش بوان Yes, I will forget that they exist. Lástima que no tenemos mucho tiempo. all day breakfast This place, more chocolate, ما خرد شدیم باختیم نه من بستنی میمونه دوکانم بیا یه چی بخوریم of course You're making content? Yes, Yeah. Hey guys. Hi, did we order over there? Yes, please. Okay. ¿De quién era el mango? yeah thank you Another fork? Yeah. thank you Nice, enjoy. بیا بریم بچه ما هم این منگو فروت رو گرفتیم خیلی خوشمزه است پیشنهاد میکنم تو تورنتو زندگی میکنی البته هر جایی تو دبی هم من دیدم دارن اینو دارن میتونیم بخورین اینجایی کنیم های These are actually all handmade. These are all little seed pots. yes Yeah, so these are really one of a kind. oh yes اینا رو خودش داری درست کرده نایس اینا هم با لیزه به به اینجا قسمت محبوب منه من خیلی دوست دارم سنگ مسیج اینا هم خیلی دوست دارم ببین خب ببین این all things واقعا by France all things ولی اینجا داری میفروشه منو That's for bringing in the money. It's fool's gold, like the big one over there. اتفاقا من ایناشم خیلی دوست دارم nice. It's really good in the sun. Yeah, how much? So if you take it into the full light, in the sun, put it against your skin, it'll
See, it Uh-huh. glows. Oh, nice. And how much this? So they're 25, and they're sterling 25. silver, gold plated. Oh, yeah, okay, nice. That's opal. اینا رو هم نگاه کنی، اینا هم خیلی باحال. And this one here. اینم اون چشم چیزا که بهت گفتم یارو چیز میکرد. Hey guys. بچه ها اینا که به دمپاییاتون میبندین. Oh my god چقدر مونا این خوشگله. قلوب ببین قلوب هست ولی خیلی قلوبش خوشگله. ها؟ این هم همینطور. اتفاقا من تو سنگام رنگ سبز کم دارم. And I can combine them. Ah, you make it from glass, yes. You're artist? No, actually you make it, yourself make it? And that's my Oh, just a second. بچه just این آقا خودش چیزی do you have an Instagram on your card? Yeah, it's better to take this. خب اینم اینستاگرامشون و اسمشون میگه که من خودم اینا رو درست میکنم. خودش آرتیسته و با قلبه آرتیست اینا خودشه. نگاه کنید چقدر خوشگله. همه‌شو با شیشه درست کرده. Oh my god, so cute. Nice. بچه اینم خود آقای آرتیسته. so those are color drugs. So in the sunlight it looks like some illusion, but in the shade it's just a simple band. Every single piece. میگه هر کدومش توی آفتاب توی نور یه جور و یه شکل دیگه است. I think I do have. Hi. Yeah, feel free to come to the originals here. You can see Yeah. Nice. Nice. And it's all been cut out from existing material. So, yeah. for example, the CN Tower, this piece Oh, here. nice. Oh, yeah, the video. Yeah, I think a video. Nice, nice, nice. خب بچه ها خیلی دیگه شبیه این استوران اینجا زیاده. آها. حساب نمی کنم. هزینه‌تون نشونم. نه آخه ماشین رو نگاه کن. گذارم. So cute. Thank you. You can wear that 3 different ways. You can wear as a necklace, bracelet, or anklet. Yes. And how much is They're 45. بچه این $45. And they're all handmade as well. It looks like this. So this is as a necklace.
Ah, nice. Yeah. I take a video from your names in Instagram. Yeah. Thank you. Hi there. How Hi. Good. Thank you. How are are you? you looking for anything in particular? No, nothing. Just look around. خب اینجا هم که میبینین چیزای نیچر رو هم نیچر چیزای نچرال میفروشن. Oh, it's so cute. کافه مافین $5 میفروشه. برو من اینجا وایسم بریم ماشینتو بیاری نظرت. آره هندمیده. میگم هندمیده. نه کار دست همین الان داره میکشه همه رو. Excuse quoi? $60 کاماچو. من فکر کنم این شلوار سرباز آمریکاییه. مانو به نظر تو اینو شلوارای سرباز آمریکایی هم واقعا؟ اینو شلوارای سرباز آمریکایی هم واقعا؟ ببین 2 تا $35 خیلی خوبه. 2 تا $35 واسه 2 تا هودی. بچه اینجا مثلا همه این لباسه که میبینین، البته همهشون نه ولی بعضیاشون مثلا خودشو بخوای تنها بخری، نو بخری، میگم تنها خودشو بخوای نو بخری مثلا خیلی قیمتش زیادتر. حالا مثلا این نگاه کنی این مارک لیه 2X لارژ $45. حالا بعد رفتید بزن ببینم مثلا این نایک چقدره. این نایک $30 چه منطقیه، چون مثلا نوش حتما $60. بعد یه سری لباس از اینجا میبینی که این جای دنیای دیگه نمیدونه پیدا میکنه. خیلی چیز جالبه. با مزده So you were wanting to get
چوریسو میخورن قلب من 8 تیکش دوست دارم چوریسو خیلی منو شیرینه قلب یه دونه آره با هم میتونیم بخوریم آره یه دونه میتونیم با هم ببین این هم تا How do they look? Too silly? اوه شیت چه مارکت بزرگیه بچه بخواد قیمت بهتون نشون بدم فکر نکنید خیلی ارزونه هم مثلا این 19 دلار اینه یعنی اینجوری بهتون بگم که گاهن نوشون هم همین قیمت هم ولی اینجا میدونین ارزش اینجایی جا به جا میشه که وجهه مصرفگرایی کم شده یعنی تقریبا فرقی نمیکنه بچه‌ها شما این لباسا رو میتونین نوشون هم گاهم پیدا کنین با همین قیمت ها ولی بحث مصرفگراییه چرا وقتی یه لباسی هنوز هست میشه پوشیدش مثلا دوباره برین یه دونه نو بخرین چه مارکت بزرگی هم هستش جالب چقدر جوراب بچه قیمت بهتون بگم 19 دلار دوستان 19 دلار من همه شون 19 دلار اصلا نوشته men's stocks 19 دلار بالا نوشته همش هم men's stocks بود جالب حتی بوتیک هم دارن چقدر جالب نگاه کنیم بوتیک هم دارن قربه میدن و این لیوایز همه چیزاش لیوایزه My pleasure. Thank you. Thank you for your patience as well. You know, like this is obviously it's funny the handcuffs. So you're very smart. Class, I trust you. Every time you calculator. So yeah, 110. بچه یعنی خودش میدونه تو مغازش چی داره؟ اوه خیلی جالبه صفم بود خب البته که کینگستون مارکت هنوز هم نشده نگاه کنین وقتی میگم توش پر باره پر کافه است اینا شبش هم خوشگله ها مثلا الان یه شبش هم کلا خوشگله و اما در کینگستون مارکت
یه دونه کافه بار خیلی باحالی داریم به اسم پامنار که من خیلی جدی دارم میرم به سمت پامنار. از این منم میرم بچه ها. اینو نگاه کنی، این خیابون هست، اینو برمیگردیم، اینم درخته لباس پوشیده است. و اما بچه اینم کافه پامنار، چقدرم درختش خوشگله، الان گل داده. آخه کافه پامنار قشنگ شبیه کافه های تهران‌ها. نگاه کنید چقدر خوشگله. خب بچه ها اینجا دیگه ما داریم از کینگستون مارکت میان بیرون و اینجا هم بار کافه پامناره که آخرین فیلم ازش گرفتم. همینجور که داریم میریم به سمت ماشین یه صحنه عجیبی دیدیم که خیلی کوتاه براتون فیلم گرفتم و این صحنه نه تنها واسه ما عجیب بود، واسه همه هم طوری بود. نه اونم این صحنه است. مگه مجبوری اینقدر پا بزنی که نتونی درست راه بری؟ خب بچه ها اینجا اومدیم غذا بخوریم، یه رستوران مکزیکی خیلی قدیمی و باحال. It's a great time. خب بچه ها الان هم دارم میرم دستشویی این رستوران با مزه رو بهتون نشون بدم که خیلی عجیب غریبه.